بچه ها اول شرطی مسئله با یک بار دیگه از سرش میگویم. شرطی مسئله گفته است که دوره واحدی داده شدگی معادل اش x کوادرات جمع y کوادرات برابر 1 است. شما خیلی می کوفیسینت کنجی رسنده ای رو یافت که از نقطه A کوردینات هایش x سش ریشه دو تقسیم دو y کش هم چند ریشه دو تقسیم دو گذاره. یعنی این کوفیسینت ما میدانیم که کوفیسینت کنجی کم و این به چی برابر است؟ حاصله فونکسیون y برابر است. اینا ما اثبات کرده بودیم. شما خیلی بچه‌ها اكو این مسئله حل کردن رو دو تا راه حل گفتیم. با اینجوری ما میدانیم که همین کوفیسینت کنجی گفتگی گپش بچه‌ها این تانگنسی کنجی که همان رسنده با سمت مثبت تیر ابسیس تیر او ایکس چون کند تشکیل میکند. این همون کنجه تانگنسش اینا ما گذشتگی همین چیز ما یافتن ما در کار اکو نگاه کنید بچه ها تماشا کنید. این برای راه یکم حل همین که اینجا در فونکسی ناآشکار است. فونکسی چیزه؟ ناآشکار. برای این فونکسی آشکار بگرداندن یکی از تغییر یابنده ها را یا ایکس یا ایگریک به واسطه دیگرش افاده کردن در کار. ما حاضر اینجا در ایگریک به واسطه چیزی افاده میکنیم ایکس. الان ایگریک کوادرات ما به چی برابر میشن؟ یک پاره ایکس کوادرات خود ایگریک باشد چی؟ ریشه کوادراتی از یک ترکیب ایکس کوادرات. این چیز فهموان؟ انا اکنون حاصله همین فونکسیون رو میابیم. فونکسی ایگریک برابری ریشه یک ترکیب ایکس کوادرات حاصلش میابیم. برای این ما حاصله فونکسی مرکب استفاده می‌کنیم. حاصله فونکسی مرکب قاعده‌اش چی بود؟ یک بار دیگر اول یک بار از فونکسی بیرونی که اینجا نگاه که ریشه ایکس هم این چیز حاصله میگیریم. یک تقسیم دو ریشه همین ارگومنت یک ترکیب ایکس کوادرات ضربی حاصله فونکسی داخلی. فونکسی چیزه؟ فونکسی داخلی ما چه برابر؟ یک مینوس ایکس کوادرات. این قاعده چه بود؟ حاصله فونکسی مرکب. یک بار فرموله حاصله فونکسی مرکب می‌نویسم یک بار دیگه یادمون بره. تماشا کنید بچه‌ها. این چیز برابر بود. فونکسی مرکب خودش y برابری f از g از x بودن. ممکن می f از g از x یعنی آرگومنتانده هم با اقامت دیگه فونکسی های کمپوزیت فونکسی ها بچه‌ها. اگر این حاصلش گیر بودگار این فونکسی ما فونکسی بیرونی g از x ما فونکسی داخلی. اینجا کوسه و این نیم کوسه بچه‌ها فهمیدید؟ زیر کوسه نیم کوسه می‌تونیم کو همین چیز. اول این فونکسی بیرونی حاصله میگیریم f از g از x. وقتی فونکسی بیرونی حاصله گرفتیم در این g از x همش ما یک تا آرگومنت گمان می‌کنیم. تمامی گویی که من اینجا در یک ترکیب x کوادرات همش آرگومنت با اومد کو. تمامی اگر اینجا x می بود یک تقسیم دو ریشه x میشد. تمامی بنابراین یک ترکیب x کوادرات دامه یک تقسیم دو ریشه یک ترکیب x کوادرات شد. ضرب با چه g از x چش بود حاصلش بود. این فرموله چه بود بچه‌ها؟ حاصله فونکسی مرکب. اینا از اون داریم. ما همین چیز استفاده برده اکنون حاصله گرفتیم. این حاصله گیری هم بفهمیم. یک حاصلش 0 مینوس x کوادرات حاصلش مینوس 2x. همین بعد که اختصار کردیم فونکسی این شکل گرفتیم. مینوس x تقسیم ریشه مینوس x کوادرات. اکنون جای من x و قیمتش آورده گذاشتیم. آورده چاکریم گذاشتیم. وقتی که حساب کتاب کردیم کوفیسینت کنجی یا که y چند بار شد؟ مینوس 1 بچه‌ها. اكو همین کنجه یابیم چی این کن چند گرادوس داشته باشد باید مگر ما تانگنس الفا برابر مینوس 1 و از اینجا الفا یابیم برابر 100 چند گرادوس شد 35 گرادوس. در حقیقت گرافیک برای قاعده تعریفی کوفیسینت کنجی را گفته بودیم که کوفیسینت کنجی این تانگنسی کنجی است که
با سمت مثبت تیری OX و رسنده تشکیل میشن. دو تا بین تمش کنید. رسنده کتی تیری OX اینجا تو کنج تشکیل کردیم. من این کنج فهموین بچه‌ها؟ این کنج چند گرادوس بود اصلی؟ 5 گرادوس بچه‌ها. فهموها بچه‌ها؟ الان کو تماشا کنید این 135 باشد کنج شد چند گرادوس میشه؟ 180. 135 گیریم کنج همسایه‌اش چند گرادوس میشه؟ 45. تماشا این 45 باشد بچه‌ها. اینجا چند میشه؟ 45 میشه بچه‌ها. چون که ریشه دو تانجنس انده چیزه این 45 گرادوس. فهمونید؟ یعنی که تانجنس یک ما 45 گرادوس. چون که سینوس نسبت کوسینوس کو همین سینوس هم ریشه دو تقسیم دو سینوس 45 هم کوسینوس 45 هم چند ریشه دو تقسیم دو. فهموها دیدیم این کجای افتادگی ما یا اکنون دویم راه دیده می‌ذاریم. تماشا کنید بچه‌ها. دویم راه خیلی راهی زوده. باید که شما دویم راه استفاده برید. دویم راه همین که ما ایگری که یکم فونکسی وابسته از x قبول کرده. ایگری که چاپ کنیم یکم فونکسی وابسته با آیت دیگه فونکسی x قبول کرده. هر دو طرف حاصله میگیریم. دو طرف حاصله گیریم اگر x کوادرات حاصلش 2x میشه ضرب با x اشتراک جمع y کوادرات چی 2y ضرب y اشتراک. خیلی از بس که ما میدونیم که ارگومنت هست اینجا حاصلش 1 برابر 2x جمع 2y ضرب y اشتراک برابری حاصله 1 0 کو 0 از اینجا ما y اشتراک یافتیم اگر یعنی کلسنتی کنیم با مینوس چند میشه موند دوم چیز همین که معادله رسنده به گرافیک فونکسی راست هست. این خط راسته معادلهش خیلی باشده. معادله رسنده به گرافیک فونکسی همین خیلی بود می بچه‌ها. عموما معادله رسنده اینک f از x نول میاریم. f از x نول حساب کرده ما دیگه ما 1 تقسیم ریشه 2 یا ریشه 2 تقسیم 2 برابر کیفیت کنجی مینوس 1 برابر x نول ما با چند برابر ریشه 2 تقسیم 2. بعد که این حساب میکنیم مینوس x پلوس ریشه 2 یعنی y برابری بچه‌ها مینوس x پلوس ریشه 2 این چی بود است؟ معادله رسنده به دوره واحدی حاصل حالتی مانده به دوره چیزه واحدی. فهموی بچه‌ها؟ تمام.